سلام. امروز شنبه 13 دی 1404 اعتراضات همچنان به طور گسترده ادامه داره و من خیلی امیدوارم که این اعتراضات به طور گسترده تر در روزهای آتی ادامه پیدا بکنه. ادامه پیدا کردنش که قطعیه، اما از صمیم قلب امیدوارم که به طور گسترده تر ادامه پیدا بکنه و احتمالاً همینطور هم خواهد شد. فقط این که نکاتی رو من توی بخش توضیحات زیر همین ویدیو درج کردم که پیشنهاد میکنم حتما به بخش توضیحات این ویدیو مراجعه بکنید و اون نکات رو با دقت مطالعه بکنید. نکاتی است درباره همین اعتراضات خیابانی و اینکه چه اقلامی رو باید همراه داشته باشیم و چطور میتونیم از بروز یک سری اتفاقات در طی این اعتراضات جلوگیری بکنیم و همچنین اگر در پی این اعتراضات ما رو بازداشت کردن ما چه کار باید بکنیم و از چه نکاتی باید مطلع باشیم. همه اینها رو توی بخش توضیحات زیر همین ویدیو براتون درج کردم. اینم بگم که همه این مطالب بسیار معتبر و مفید رو من از توییتر برداشتم، از حسابهای مختلفی که لینکشون رو توی همین بخش توضیحات براتون گذاشتم. هر مطلبی رو که نوشتم توی بخش توضیحات زیرش لینک اون پستی که از توی توییتر من این مطلب رو برداشتم رو هم قرار دادم. حتما میتونید برید مستقیما خود پستی که توی توییتر قرار داده شده رو مطالعه بکنید و حسابی که اون پست رو قرار داده رو میتونید مستقیما دنبال بکنید و داشته باشید. پس خلاصه حتما بخش توضیحات این ویدیو رو مطالعه بکنید و از این نکات بهره مند بشید. دمتون گرم. بازم امیدوارم که اعتراضات به طور گسترده تر ادامه پیدا بکنه. خودم در تلاشم که تجمعاتی توی شهر خودم تشکیل بدم و امیدوارم که سایر هم میهنانم به این اعتراضات بپیوندن و اعتراضات همونطور که گفتم روز به روز گسترده تر بشه. ممنونم.